حمد و ثنا بر خداوند یکتا و درود و پیام بر پیامبر مصطفی و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. مهمان عزیز و ارجمند در راه به سوی خانه های ماست. برای رسیدن آن تا خانه های ما چند روزی به شمار مانده. نام این مهمان عزیز و شریف گرامی قدر، پرخیر و پرعطا رمضان است. دوستان عزیز و ارجمند، خداوند در هستی، در آفرینش قانون برتری بخشی دارد. از میان موجودات و آفریده های خود فرد را دارای فضیلت و امتیازها می گرداند که در دیگر افراد آن فضیلت و شرافت دیده نمی شود. مثلا از میان شهرها خداوند عزوجل شهر مکه را مکرم گردانیده. از میان کتابهای آسمانی قرآن را برترین کتاب قرار داده. از میان پیامبران خاتمی پیامبران را و از میان شبها شب قدر و از میان روزهای هفته روز جمعه را و از میان ماهها ماه رمضان را ماه شریف و عزیز، ماه پربرکت قرار داده است. این چنین کرده تا بندگان از لطف و رحمت از کرمش و از فضلش چنین کرده تا بندگان در این مدت اندکی در روزهای بشماره با جهد و تلاش در راه طاعت اجر و ثوابی به حساب و به اندازه به دست آورند. بنابراین پزمان شدن این ماه، مشتاقی به دیدار این ماه دلیل کمال ایمان است. هر شخص مسلمان که جویای رضای خداست، در طلب اجر و ثواب است، می باید پزمان و مشتاق رسیدن این مهمان عزیز باشد. مهمانی که در دست عطاهای زیادی از خداوند برای ما دارد. عطای روزداری، عطای تلاوت قرآن، عطای صدقه، عطای تراویح. هر عبادتی که در این ماه هست و در انجام آن وعده زیادی ثواب و اجر موجود است، وارد شده است، از تحفه های این مهمان عزیز است. بنابراین نباید برای مسلمان این ماه هم تو یک ماه عادی باشد که فرا رسد و سپری گردد. اگر برای شخص این ماه از دیگر ماه ها فرقیت نداشته باشد، برای او مثل دیگر ماه ها باشد، می باید در حال قلب خود تجدید نظر کند. باید به ایمان خود بازنگری کند، ایمان خود را تقویت دهد. رسول گرامی قدر در حدیثی که امام ترمذی و امام ابن ماجه روایت کردند فرمودند: چون رمضان فرا رسد و ینادی مناد کل لیلة یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر ولله عتقاء من النار و ذلك کل لیله. چون این ماه مبارک و مشرف و معظمی رمضان فرا رسد، ملک ندا می کند: ای نفری که در جستجوی خیر یعنی اجر، ای نفری که در جستجوی رضای خدا هستی، ای نفری که جویای جنت هستی، اقبل، آستین برزن، بیا. این موسم موسمی به دست آوردن این طاعت هاست، مرحمت بفرما. و یا باغی الشر اقصر، و یا کسی که در قصد انجام کاری بده هستی، دست کوتاه کن. این موسم موسمی طاعت است، موسمی انجام نیکی هاست، موسمی دوری از بدی هاست، موسمی غفلت نیست. اقصر، دست کوتاه کن از غفلت و از خواب و از گناه. ولله عتقاء من النار و ذلك کل لیله. خداوند هر شب از شبهای مبارک این ماه بندگان آزاد شده از آتش دوزخ دارد. یعنی هر شب خداوند از نخستین شب رمضان تا آخرش هر شب بندگانی را با نظر لطف و رحمت نگاه نموده آنها را از آتش دوزخ رهایی و نجات لطف می کند. زاهد عصر خود حسن بصری می گفتند این رمضان مهمان عزیز از جانب خدا به خانه های شماست. مهمان خدا را گرامی دارید، عزیز دارید تا این مهمان نزد خدا شما را به نیکی یاد کند.
پس رمضان دوستان عزیز به مانند روزهایی است که موسمی کاری است که تاجر جهد و زحمت دوچند می نماید تا درآمد بیشتر کند، چون که موسم موقتی است و سپری می شود. یا مثل بهار است که کشاورز از آن استفاده برده زراعت می کند، کشت می کند. به این خاطر رمضان برای شخص سالک، برای شخص مؤمن همچون موسم تجارت با خداست و همچون بهار روح و روان است که میتواند انسان و باید چنین کند، شایسته است که چنین مناسبت داشته باشد. در این موسم باید دانه طاعت بکارد تا حاصل آن را در آخرت به دست آورد، به امید رسیدن به این ماه بزرگ و شریف و به امید توفیق انجام طاعت و قبول عبادات. خدا یارتان.